درود، خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه از چنل گیم نت. امروز اومدیم سراغ مکانهای مخفی در جی تی آی سن اندرس. یعنی جلوی چشمون بوده ولی خیلی راحت ازش رد شدیم. یه پارکینگ در یکی از ساختمان‌های لس سانتوس هست که یک راه ورودی و یک راه خروجی داره. در شهر لاس ونتوراس یه روستا وجود داره به اسم فورت کاس که بزرگترین روستا بازی در قسمت شمال غربی است. این روستا یه غار تنگ و تاریک در خود داره که احتمالاً هیچ کدوم از شما این غار ندیدید. اینجا نقشه یک مکان گاراژ مانند وجود داره ولی هیچی توش وجود نداره، ولی مخفی بود و کمتر کسی درباره این مکان خبر داره.